به همگان معلوم است که در ایام سرمای سرد فصل زمستان در روزهای خنک انامالی سیستم گرمایدهی مؤسسه تحصیلاتی همگانه رقم 21 محله غزنو از کار برآمده با مقصد برطرف نمودن این مشکلات در مؤسسه تعلیمی با تشبث حاکم ناحیه 8 شهر تشکیل شده سیستم گرمایدهی مکتب با اساس و تجهیزات‌های نو عوض کرده شد. همچنین اساساً در آشیانه دیوم بینای این مکتب کارهای تعمیری انجام داده شده. امروز حاکم ناحیه از این مؤسسه تعلیمی دیدن کرده با جمعیت آموزگاری مکتب ملاقات نمود. سیستم نو گرمایدهی از نظر گذرانیده شده، ترتیب کار آن از جانب حاکم سنجیده شد. در صنفخانه‌های از نو تعمیر شده حاکم ناحیه با خوانندگان صحبت نمود و درجه دانش آنها را امتحان نمود. باید گفت که تمام جمعیت آموزگاری مکتب اساساً خوانندگان از این گونه اعتبار و توجه ممنون و منت دارند. در مدت کوتاه از من حاکم ناحیه خلق تعلیم همشون یک جای اومده مکتب موی بیناهاش در صنفخانه های از نظارت گذرانده و تعمیر کردن. به نهایت بواهای زمانوی، دستگاه‌های زمانوی صنفخانه ها رو زیبا کرده برای آمد خوانندگان استول نو همه چیز تشکیل کرده شد. بغیر از این از سبب همون آفت‌های طبیعتی خنک سخت شدن جهازهای گرمکنی از سبب به طلبات زمان جواب ندادن با زمانوی باتری‌های نو عوض کرده شد. من حاضر صنفخانه هامو هم زیبا هم گرم طلبه ها وقتی که از تعطیل اومدن هم با کیفیت خوش خرسندانی معلمان و خوانندگان با صنفخانه های زیبا گرم در اومدن. ما از این جدا هم نداریم چون که خرسندی بچه ها بی قیاس شد. من از نام خودم، از نام ماموریت مکتب، از نام پدر مادران همون فرزندان خرسند شده ایستاده منت داره بیان میکنم. اکثریت صنفخانه‌های آشیانه دوم این مکتب چون گفتیم تعمیر کرده شده بغیر از سیستم گرمایدهی به تجهیزات صنفخانه‌ها دقت خاصه داده شد. فرش صنفخانه‌ها نو کرده به آن لینولوم نو انداخته شد. تمام صنفخانه‌ها و تالار مکتب در راهی زمانوی و ملی مجهز گردید. ضمن صحبت با جامعه آموزگاری مکتب از توجه صدر دولت تمام به ساحه معارف سخن رفت. همین را باید ذکر نماییم که این مکتب به برنامه تعمیر سال 2023 داخل شده. مسئله ساختن بینای علاوه برای مکتب به تشریف‌های بالای علاقه رسانیده شده است.